گنگ فور تایم، من کافم و اینجا بنده که سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه. 14 15 16 آذر بیاید با هم بریم تو خیابون. هوا به شدت خوب، اینو هواشناسی گفته، من نمیگم. یه دونه موزیک همین الان بچه‌ها واسم تو اینستاگرام فرستادن از شایان اشراقی و سهراب ام جی که انگار موزیک سیاسی جدید ام جی و شایان اشراقیه. اگه شایان رو نمی‌شناسید، شایان اشراقی یا آرتیست پاپ و آرنبیه که با آرتیست‌های زیادی در رپ فارس کار کرده. صدای به شدت دلنشینی داره، واقعا خیلی ازش خوشم میاد که احتمالاً موزیک گندم که برای مادرش خونده بود و شنیده باشه و موزیک قسمت من با ایرزا جی جی. اینستاگرام من این بالا میاد، حتما جفتشو فالو بکنید. توی توییتر هم اومدیم میذارمش این وسط و لینک توی دیسکریپشن، حتما برید اونجا هم داشته باشید که یه کانکشن خیلی گرمی اونجا با هم داشته باشیم. خیلی گرم. قبل اینکه بریم سراغ این موزیک، فقط من بگم انتظارم از این موزیک اینه که سهراب ام جی بیاد بالاخره آقا روک و پوسکنده ساید خودش رو مشخص بکنه و بگه I'm your side آقا، یا نه آقا من توی ساید این ورم، با توجه به اون همه عکسایی که ازش در اومده، اون همه شایعه‌ای که ازش داخل شده. من انتظارم از سهراب ام جی اینه. من ریاکشن کردم به فری استایل مرگ بر خودم، اونجا کلی حرف زدیم راجع به این داستان. شایان اشراقی من سایدش رو نمیدونم حقیقت. امروز قراره بریم ببینیم سیاسی چیزی گفته یا نه. من سعی میکنم کم پاوز بزنم، ولی چه نیاز باشه پاوز بزنم. موزیک کامل خاصی گوش کنی حتما تو دیسکریپشن لینکش هست. یو بیتو باش. میدونی کل جاده زندگی جهنمت تا به بهش بری، همه ثانیه ها میده بوی گاه. منم خسته شدم از بد روزگارم، ها میده بوی گاه. منم خسته شدم از بد روزگارم. یه جای دیگه درگیر قصه ای، دوست داری پاشی اما اون حسه نی. محکوم به امید به راهی میری تو پای هم. دقیقا همینه. ما الان همون محکوم به امید میریم، امیدوار به این داستان نباشیم. تهش چی واقعا؟ هیچ چیز دیگه نمونه. بعد میگه که یه جای داستان دیگه نمیتونی قاطی داستان نشی، انقدر همه چی فرقی میشه. هنوز زندم شده باشه تنها، من هنوز زندم بسه خال دردام، من هنوز زندم این بازی به من میاد، هنوز زندم به امید فردا. من هنوز زندم شده باشه تنها، من هنوز زندم بسه خال دردام، من هنوز زندم این بازی به من میاد، هنوز زندم به امید فردا. باریکلا. شایان اشراقی استاد کوروساس. بچه اگه موزیکاشو با آرتیستا نشنیدید حتما گوش بکنید، اصلا عاشقش میشید. یعنی یکی از پاپونایی که من خیلی دوستش دارم بین بچهای پاپ. بریم برای ورس ام جی، من خیلی منتظرشم. به خودم گفتم مقصری که اگه ساکت باشی وقتی موثری، ولی چی بگم انقدر دل پره وقتی شهر شده پر دود و دل هوره. با اینکه حد زدم اون اگه چیه دل پره وقتی شهر شده پر دود و دل هوره. با اینکه ندارم دل و دماغ وقتی این همه جوون شدن له و خراب. ببین به خودم گفتم مقصری که داره اشاره میکنه فری استایلش که کلا داشت خودشو دیس میکرد. بعد خب اوکی، میدونی سوال من از سهراب ام جی فقط یه چیزه بچه‌ها، الان چی؟ اوکی این همه جوون مردن، چرا هیچ واکنشی نشون نمیدی؟ میدونی من کلا بحثم همینه. بریم ببینیم چی. با اینکه ندارم دل و دماغ وقتی این همه جوون شدن له و خراب، الان هیچگینی بده به تو جواب، ولی نذار آرزوات بشن یهو سراب. میگفتم فایده نداره بخوام از فرق بگم، مثل فاز بعد فیلمای اسخر بشن، ولی وقت فاکس اپ کن. دو تا چیز داشتن. این آخری که گفت مثل فیلم فاز بعد فیلمای اسخر بشم، تیکه به اصغر فرهادیه که هم منتقدان میگن دیگه فیلماش جوریه که فقر و درد و یه جوری خیلی کم و ملوی نشون میده که کمی مثلا ما حال بکنیم باش، ولی نذار آرزوها بشن یهو سراب. آرزو چجوری تبدیل به سراب میشه؟ اگر آرزوی خیلی، یعنی از اول سراب باشه، تو آرزو مثلا یه آرزویی بکن که بهش نرسی سرابه. میدونی من تنها برداشتی که میتونم بکنم اینه، آرزویی که بتونی بهش برسی که سراب نیست که بشن یهو مایه اسخر بشن، ولی وقتی شبا میرونم از غرب شهر نمیتونم نبینم من درد شهر رو. چند تا عکس غمگین پلومو بسته درد و از بیخ زبونو، یه بغض کرده سنگین گلومو، دیدم خدای رنگین کمون. ورس نمیست هم شد. اندینگ ورس خیلی خوب بود. فقط من چیزی بگم، بسته غم زبونه توی همچین چیزی گفت ام جی. من غمگین بشم حقیقت زبونم باز میشه، بیشتر داد میزنم.
چجوری ممکنه غمگین بشی یا زبونتو ببنده؟ میدونی این تناقض بیشتر. خدای رنگین کمون یه داستانی داره بچه‌ها. استفاده از این جمله از احسان حاج صفی دیدیم، از توی تلویزیون مجری تلویزیون اومد گفت به نام خدای رنگین کمون، چون که حالا کیان پیرفلک رو مصادره کردن مرگش و حقیقت و چه میدونم مثلا واقعا راجع به کیان من صحبت میکنم مثلا حالم بد میشه، ولی امیدوارم یه روزی دلیل اصلی مرگش واسه همه شفاف بشه. باشه تنها دیدم خدای رنگین کمون هنوز زندم شده باشه تنها من هنوز زندم بسه خال دردام من هنوز زندم این بازی به من میاد هنوز زندم من امید فرد حرومزاده ها من هنوز زنده من هنوز زندم شده باشه تنها من هنوز زندم بسه خال دردام من هنوز زندم این بازی به من میاد هنوز زندم من امید فردا یه ورس دیگه باید داشته باشن خیلی مونده. فوش دادن به زن و بچم هنوز زندم من امید فردا فوش دادن به زن و بچم یه سری هم تو این اوضاع کردن منو پرچم از دم میگن شدی چرا شلو کم کار خب منو 7 بار گرفتن تو رو چند بار What the fuck. صبر کن یه لحظه اینجا داره کسایی که بهش فوش دادن رو دیس میکنه. حالا فوش دادن به زن و بچم بعد میگه منو 7 بار گرفتن تو رو چند بار، چرا باید بگیرنت؟ میدونی سهراب امجی داخل تلویزیون نشون دادن و هیچ وقت هم من نشنیدم که سهراب امجی رو بگیرن. اگه فکت باشه یه چیز جدید داره رو میکنه که تا الان رو نکرده، چون قبلا تو پولم داداش بیا برو قبلا تو پولم گفت ممکنه منو بگیرن. شدی چرا شلو کم کار خب منو 7 بار گرفتن تو رو چند بار وقتی 20 سالم بود و شدم بازجویی بعدم گفتن یه بار دیگه بخونی هم صاف تویی یا وقتی 2 شب وزرا بودم از سر اوبی شت از قدیمش یه بار دیگه بخونی هم صاف تویی یا وقتی 2 شب وزرا بودم از سر اوبی 2 تا چرک افسری خوردم سر صبحی یا وقتی اوبی منظورش ترک اوبیه، میگه 2 شب به خاطر ترک اوبی منو بردن. خب ترک اوبی به خاطر فوشا و الفاظ داخلش بوده احتمالاً دیگه، بازم که رپ نباید بگیرم، ولی الان اومد یه چیز جدید رو کرده امجی که آره منو گرفتن به خاطر این نمیخونیم ما بس نیستیم. میدونی قبلا به بس بودنش افتخار میکرد، یه عکسایی که ازش در اومده واقعا نمیتونم اینا رو بذارم کنار هم و بگم که این فکته. ریختن تو عروسیم با حکم جد 9 شب سر سفره عقد گفتم بیا تخم سگ چیزایی کشیدن نیدی به عمرتم چرا فکر میکنی من خودم دارم عقده کم به میگن آقازاده به میگن جیره خور که اگه بودم رپ و ول میکردم من با جیب پر What the fuck. صبر کن ببینم میگم قضاوت نباید بکنیم تو زمان یه بار دیگه گوش بکنیم اینا رو. یا وقتی ریختن تو عروسیم با حکم جد 9 شب سر سفره عقد گفتم بیا تخم سگ چیزایی کشیدن نیدی به عمرتم چرا فکر میکنی من خودم دارم عقده کم. او شت. خب برای چی ریختن تو عروسیش؟ به خاطر اینکه رپر بوده. خب الان با برسن تو عروسی که چه میدونم صدای موزیک زیاد بشه. به میگن آقازاده به میگن جیره خور که اگه بودم رپ و ول میکردم من با جیب پر اگه میشه داغونشم باتون بهت میخوره بیا منو فوش بده اگه آرومت میکنه بیا. او شت. مگه میشه آروم باشم وقتی باتون بهت میخوره؟ بیا منو فوش بده اگه آرومت میکنه. چه راهیمی، چه قافیه چینی، چقدر اندینگای سهراب امجی خوبه. از نظر موزیکی واقعا خوب بود. از نظر اینکه بیاد یک جوابی بده اومد ساده خودشو مشخص کنه گفت من با شمام، ولی بازم حرف با اونوری نداد، فقط با ما حرف زد گفت من حواسم هست من اونوری نیستم، ولی نگفت اینوری هم هستم. یعنی بازم این موزیک سیاسی نیست، اصلا سیاسی نیست، فقط واسه اینه که هیتر که بهش شده رو جواب بده و بیاد یه جورایی کریریش که داره خراب میشه رو به یه سمتی بکشونه که کمتر خراب بشه. ولی خیلی خوب این کارو کرد و چقدر با آرتیست خوبی هم این کارو کرد. یه موزیک گوشنواز و عملاً چیزی که میره تو پلیلیست و قرار گوشش بده.
چون تش منم یکی عین تو هم وقتی حال بده میخوام باها گره کنم خیره میشم شباهه به دورم ولی عمرنه اینجا دل ببرم نمیذاریم توی شهرمون بمونه غم چقدر خوشحالن افتادیم به جون هم ما او شیت چقدر خوشحالن افتادیم به جون هم. این دکلمه آخرش شد خیلی بودم واقعا. یه همچین حسی بهم داد که سهراب همچین نشسته جلوم داره با من صحبت میکنه که میگه تفرقه رو بیخیال شو، من مهم نیستم، برو به اصل مطلب برس. راست میگه. خیلی وقتا ببین من خودم شاکیم که اوضاع اینه، خیلی وقتا ماسیم به مولا چون تش منم یکی عین تو هم وقتی حال بده میخوام باها گره کنم خیره میشم شباهه به دورم ولی عمرنه اینجا دل ببرم نمیذاریم توی شهرمون بمونه غم چقدر خوشحالن افتادیم به جون هم ما. بغضی شدم بچه ها، ولی خیلی موزیک خوبی بود. اینو میسپارم به شما، حتما کامنت بکنید که به نظرتون میشه ام جی رو بخشید. میدونی من تنها انتظاری که از ام جی داشتم روز اول این بود که حداقل پوشش بده یه سری خبرا رو، چون یه آدینس خیلی بزرگی داره و کلی طرفدار داره که ازش چیز یاد میگیرن، کلی آدم هستن که با شنیدن موزیکای سهراب ام جی بزرگ شدن، خیلی جایگاهی داره که میتونست کمک بکنه، ولی خب ترجیح داد نکنه این کارو. بعد اینکه میگه باتوم خوردنت به منم دردم میاد، وقتی باتوم میخوری میتونی مثلا آروم شی اگه من فوش بدی، خب کامنت رو بستی نمیتونم بچه‌ها فوش بدم. ولی حالا اینکه واقعا یه چیزی تا این ویدیو میخوام بگم بچه‌ها، بی خیال آرتیستای باشید، حرفی نمیزنن. سهراب الان اومد، انقدر فشار نیارید به کسایی که آدینس دارن و حرفی نمیزنن، چون اونا هم 99% با مردمن ولی نمیتونن صحبت بکنن، شاید فشار روشون زیاد باشه، هر چیز دیگه ای. علی کریمی تو مصاحبهش با مکس امینی چیزی گفت خیلی باحال بود، گفت حتی اگه یه روز من مردم هم خبر اصلی باید این باشه که راه آزادی رو بریم، نه اینکه من مردم، اون هم حتی مهم نیست. در این حد باید خبرها رو فاکتور بگیریم. و رفقایانم از این ویدیو دمت گرم که تامنیل من کلیک کردی رفیق. منتظر ویدیوهای بعدی باش و همینو بس، بنده فراموش نکنید.